12 ایول президент جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه قلعه دوست دهات وحدت ناحیه دیوشتیچ کارگاه پویافزال و مواد شستشویی رحمت الله را افتتاح نمودند. اقتدار کارگاه در یک ماه 3 سالی 5200 پویافزال می باشد و در آن پویافزال کودکانه، زنانه و مردانه 3 سال می گردد. کارگاه نوی 3 سالی در دایره اقدام‌های رشد صنعت و به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکار محلی رحمت الله نوراللهیف ساخته شده است. مجموعه دستگاه‌های پویافزالدوزی کارگاه از جمله دستگاه‌های دوزندگی، قالبگیری، برندگی و ساختکونی از خارج کشور وارد و نصب گردیده است. دستگیری پیشوای معظم ملت ما صاحبکاران را وادار می‌کند که برای آبادی و پیشروی دیار خود سهم گذاریم. محصولات کارگاه وطنی بوده محصولات وارداتی وصل کننده میباشد. در کارگاه پویافزال براری ما از چرم تازه استفاده میبریم و محصولات استحصال گردیده برای تمام شهروندان دیار، خوانندگان مؤسسات تعلیمی و برای صادرات نیز در نظر هست. ما دائما برای رشد ساحه صنعت کشور و جلب بیشتر شهروندان با جای کار دائمی تلاش خواهیم کرد. در بنیاد بینای کارگاه و مجهزگردانی آن با دستگاه و تجهیزات معاصر زیاده از 3 میلیون سومانی خرج گردیده است. در کارگاه 2 خط استحصالی فعال کرده شده است. در قسم اساسی آن استحصال پویافزال صورت میگیرد. قسمت بیشتری اشیاء خام کارگاه از جمله چرم و ریشته محصولات وطنی است. کارهای لایحه‌کشی کارگاه استحصال پویافزال و مواد شستشویی از جانب کارخانه واحد دولتی لایحه‌کش در ناحیه دیوشتیچ از ماه مارس سال 2025 آغاز گردیده در مدت کوتاه به انجام رسانیده شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با امکانیت‌های اقتدار نوی صنعتی مسئولان را وظیفه‌دار نمودند که کارکرد هرچی بیشتری اشیاء خام وطنی را به راه مانده به این وسیله در تامین نیک و احوالی مردم سهامگذار باشند. طبق معلومات در کارگاه پورا ساکنان محلی به کار جلب شده‌اند. رهبریت برای آموزش کارمندان متخصصان را از مرکز ولایت شهر خوجند دعوت نموده کورس کوتاه مدتی آموزشی به راه ماندند. ما بسیار خرسندیم که در دهه ما چنین کارخانه شده شد. متخصصان آمده با ما کار آموزاندند. ما منتداری خود را و اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانیم. رحمت به حکومت دولت، رحمت به جناب عالی امامعلی رحمان که من کارخانه پویافزال براری شدن که ما در اینجا کار میکنیم. معاش خوب تامین کردیم. کارگاه پویافزالدوزی در ناحیه دیوشتیچ میتواند در تامین طلبات اهالی با محصولات خودی و همزمان در سمت رشد ساحه صنعت در دهات سهمگذاری نماید. در این کارگاه عین حال 40 نفر ساکنان محلی با معاش خوب و جای کار تامین گردیدند. در آینده فعالیت کارخانه را ما وسیع نموده شماره کارمندانی که از 40 نفر عبارت می باشند زیاده از 150-200 نفر به میرسانیم. برای اون که این کارگران محلی سواد خوب انامین کارگری را داشته باشند متخصصان ساحه را از شهر خوجند جلب نمودیم تا که آنها متخصصان وطنی از این محصولات طرز کاربست و کاربری آن را یاد دهند. محصولاتی که در همین کارگاه برای مانده میشد همش محصولات وطنی می باشند. از چرم تازه استفاده برده میشد. خط دیگری استحصالی کارگاه نوبنیاد مواد شستشویی میبرارد. کارگاه امکان دارد که در یک سال تا 500,000 دانه صابون استحصال نماید. روند استحصالات را مسئولین از متخصصان دولت‌های خارجی آموخته اشیاء خام را در همین جا آماده میکنند. استحصال مواد شستشویی با استفاده از دستگاه‌های زمانوی صورت میگیرد. در قسم دیگری همین بنا نانوای بنیاد گردیده چند ساکنی محلی که هنر خوبی نامپذیر دارند صاحب جای کار شدند. در مجموع در کارگاه پویافزال و مواد شستشویی رحمت الله در ناحیه دیوشتیچ نزدیک 40 کس صاحب کار دائمی و معاش خوب گردیدند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تشبث ساکنان وطن دوست و همت بلند ناحیه دیوشتیچ را شایسته تحسین خوانده بنیاد این انشاءات ساحه صنعت را عامل رشد ناحیه و بهتر گردیدن سطح زندگی مردم ارزیابی نمودند.